مادر جانم، اگر عملهای صالح می داشتم ملائک رحمت روحم را به سما می بردند و در آن گشاده می شد. عملهایم در دفتر ایلیون به قید گرفته می شد و به زمین با روحهای مسلمانان روبرو می شدم. به من سوال می کردند که فلانی چه کار می کند؟ من هم می گفتم او نیز مرد مگر نزد شما نآمد. آنها می گفتند او نیز گناهکار بود به آتش افتی و او نیز در سما را نگشادند. مادر جانم، مرد گفته چشمهایم را محکم کردید. در آن وقت من به یک نقطه نظر می نمودم. با نگاهم روحی از بدنم گرفته را تعقیب می کردم. مادر جانم، مرد گفته چشمهایم را محکم کردید. در آن وقت من به یک نقطه نظر می نمودم. با نگاهم روحی از بدنم گرفته را تعقیب می کردم. بر سرم مرثیه ها خوانده شد با آواز بلند گریستن. این وضعیت مرا غمگین ساخت. روکنی و موکنی شما به من عذاب می داد. بعضی ها برای من دعای خیر کردند و حتی رحمت نیز طلب نمودند. آنها مرا بسیار خرسند کردند. به دعای آنها ملائک آمین گفتند. در این وقت چشمایم را محکم کردید. من روی از بدن گرفته را نگاه می کردم. بعدتر من هم را بستید. لباسهایم را از بدنم تیزتر برآوردنتان خوب شد. چه خیلی که دیدید بعد گرفتن روح کرخ شده بودم. خوب کردید که انگشت های پای ها را به یکدیگر بستید. اما نمیدانم دوستهایم را چه خیل به جنازه دعوت کردید، زیرا میخواستم که جماعت جنازم زیادتر می بود. بسیاری آنها برای من شفاعت می شد. رفتار دوستهایی که از عقیبم تا به مسجد آمدند و نماز جنازه را نخواندند مرا غمگین ساخت. دوستهایم آمدند و درد را تقسیم کردند. این خیلی خوب شد. اما نماز جنازه را میخواندند چی میشد؟ همه را خرسند میکردند و هم خودشان برد میکردند. مادر جان مهربان، دیروزها به زیارت قبر من آمدید، بر من سلام دادید و من نیز سلام شما را برگرداندم. مرا شنیدید. زیارت شما را با حسرت کلان انتظارم. آمدن شما مرا آنقدر خرسند میگرداند که مادر جان، بعد سلام بر من مغفرت طلب کن. زیادتر خرسند میگردم. به این احتیاجم زیادتر است. جنگ مکن مرا مادر جانم. در اینجا من ناراحتم. عذاب غفلتی در دنیا بوده را میکشم. روحم دائما در اضطراب. نه در سمایم و نه در ارض. در بین هر دویشان ماندم. کاش که در دنیا عملهای صالح میکردم. آن وقت در ایلیون میبودم و جایم نیز معلوم میگردید. این را به نهایت زیاد میخواهم. شخصانی که در دنیا به عهدی که با الله بسته بودند صادق ماندند و عملهای صالح کردند و درست بودند، قبرشان بهشت است. به زمین این به حالم شکر میکنم، زیرا دیر هم باشد ایمانم مرا از اینجا نجات میدهد. زیرا حال کافران از این بدتر است. روی آنها در 7 درجه چقرترین سجین در نول پرنده های سیاهند که خوراکه و نوشاکه های آنها تنها آتش است. مادر جانم، در اینجا با یکدیگر واخوردن ممکن است، اما این را تنها صاحبان عملهای خوب کرده می توانند. صاحبان عملهای خوب یکدیگر را زیارت می کنند و مذاکره عملهای کرده شده و کرده می شدگی دنیای شما را می کنند.
اما همه با خواسته‌اش روبرو شدن نمیتواند. تنها با شخصانی روبرو شدن میتوانند که در عملها برابرند. من باشم با کسی وا نمیخورم و مثل محبوسم. با گناه های زیاد به اینجا آمدم و از این سبب با کسی وا نمیخورم. قانون عالم همین بوده است مادر جان. چی میشد که من نیز در دنیا عملهای خیر میکردم و به اینجا با عملهای خیر می آمدم. آن وقت پدرم را میدیدم. او را دیدن میخواهم. این آرزویم را شما نمیدانید. او را عملهای خیرش نجات داده است. در آن جایی که من عذاب میکشم او نیست. او را دیدن نمیتوانم. مادر جانم، به بالایم خاک پرتافته رفته و روحم به بدنم برگشت. آن وقت من آواز پایهای همه شما را میشنیدم. دو ملائکه نزدم آمدند، یکی منکر دیگری نکیر. آنقدر بد هیبت بودند که از ترس چیکار کردن و گفتنم را ندانستم. عاقبت آخرتم را تخمین میکردم. در دوزخ مکانی بودنم معین بود. از این رو نمیخواستم قیامت شود، زیرا اگر قیامت شود به جای جزا میرم، یعنی به دوزخ. مادر جانم، میترسم، بسیار میترسم. شخصانی که با عملهای خیر آمدن بسیار خرسندم. از منکر و نکیر نمیترسم. در جنت مکانی بودنشون معین. آنها در هیجانند که تیزتر قیامت شود و به جنت در گفتم که مادر جان، هیبت منکر و نکیر را دیدم، بسیار ترسیدم و من سوال کردم خدایت کیست؟ دینت چیست؟ نبیت کیست؟ کتابت چیست؟ قبلت کجاست؟ ترسم زیادتر شد. جواب درست داده نتوانستم. بلند داد زدم مرا شنیدید مادر جانم. جوابهای سوال آنقدر آسان که خدایم الله جل جلاله، دینم اسلام، نبیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، کتابم قرآن، قبلم کعبه. قانون الله تعالی همین است. هر کس جزای عملهایش را میبینه. مادر جان عزیز، گفتم که درونی عذاب بزرگم. قبرم برای فشارد. دائما در عذابم. به نزدیکانم وا خوردن نمیتوانم. از شما خبر گرفتن نمیتوانم. جای و مکانم معلوم نیست. همه اینها مرا عذاب میده. هر روز سحر و شب جزای در دوزخ میکشیدگیم را تکرار و تکرار نشان میده. این باشد مرا زیادتر ترس و اضطراب میده. اما امیدم را از دست ندادم، زیرا از این عذابها خلاص میشوم. در محشر تازه میگردم. اگر با این عذابها از گناهها تازه نشوم، آن وقت در آتش دوزخ تازه میگردم. با یگان راه باید از گناهها تازه شوم و به رحمت الله تعالی رسم. کسی به رحمت الله تعالی نرسیده به جنت رفتن نمیتواند. برای به جنت رفتن باید از گناهها تازه باشی.
اینجا قانون عوض نشونده‌اش همین است.